آقا باید 200 تومن میشه یه مرغ با ما بدی؟ چقدر؟ یه مرغ باید 200 تومن. شما این 100 تومن باشه خدمتت. ما با این 100 تومن یه دونه مرغ میدیم، 5 تا پیکو میدیم، 4 تا قارچ گوش میدیم، 2 تا نوشابه خانواده میدیم. اینم جهنم ضرر، میبری خورد میکنی رو همشون. این قدم سس میدیم فقط 100,000 تومن. آدرس کجاست؟ رام هرمز، فلکه آزادی، پیکوی جواد فرزام. حتما تشریف بیارید استفاده کنید. آقا با این قیمت ها اینا نیست. این بنده خدا اینجا کار میکنه. بیا برو پایین ببینم. بیا برو اینجا کار میکنه. قیمت ها رو نداره آقا، شرمنده. دستون در آقا بیا برو اینا هم اینقدر نمیشه 1 میلیون آقا.